سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. دلیلی که تصمیم گرفتم که این پیج رو راه اندازی کنم این بود که هدف ما از اینکه روی زمین هستیم اینه که حالمون خوب باشه و یه سری چیزها هست که ما همگی اونها رو میدونیم ولی باید یادآوری بشه یا در واقع دوباره یه بار دیگه گوش زد بشه. اتفاقی که افتاده اینه که ما نمیدونیم که چرا حالمون خوب نیست، یعنی نمیدونیم که چرا ناراحتیم، چرا غر میزنیم، چرا قصه میخوریم، چرا کارهایی رو انجام میدیم که باز هم حالمون بدتر بشه به جای اینکه بهتر بشه. یه سری چیزها هست، یه سری موارد هست که باید در مورد اونها به یه خروجی و یک نتیجه جدیدی برسیم.